من مریم قربان تنهایی هستم، تجربه‌گر زندگی پس از زندگی. توی زندگی قبلم خب من یه آدم بی‌حجاب کلا از مسیر خارج بودم. شاید یه عالم پارتی و نمیدونم خارج از کشور و حتی الکل هم مصرف کردم. توی زندگیم تغییر برام ایجاد شد و به لطف امیرالمومنین از جای تغییر کردم، از همون استقرارنامه کاش ناخنم برداشتم، مجامم برداشتم، حجابم رو رعایت کردم، تمام لباسای کوتاهمو ریختم رفت. خیلی اتفاق برام افتاد. از دم حرم امام خمینی رد می‌شدم میگفتم ان شاءالله اینجا بشه بزرگترین دیسکوی جهان، توش برقصی. یا رهبری که نشون میداد میگفتم باز یه دست آوردن واسه ما سخنرانی کنه. در موردش اینجور صحبت می‌کردم. آیت الله بهجت باش مثلا در موردش با من صحبت می‌کردم، من اصلا ناسزا میگفتم، یعنی این مدلی بودم. یه جایی همونجوری که استاد میگه خدا وقتی که می‌خوای که تغییر کنی یه دفعه چیزی میزنه وسط اون شطرنجه، برای من همون اتفاق افتاد. ولی به جاش یه چیزایی من دادن که خیلی بهتر از اون چیزایی بود که داشتم. 2 تا چیز به من داد. البته من داستانم خیلی طولانیه، اینجا هم نمی‌گنجه بخوام بگمش، توی گوگل بزنید کلی اون فیلم هست میتونید ببینید. ولی 2 تا نکته توش بود. الان که دیدم بحث ایجاد شد، بر من واجب شد بیام اینو بگم. یه جایی خدا زد تو دهنم، گفت بلند شو، اصلا این حرفی که تو فکر می‌کنی نیست. به من نشون داده شد. توی سرزمین حجاز بودم، یه سرزمینی بود که کامل تمام ساختمونا سفید. همه سفید، یک دست تا ته سفید. من تمام کوچه پس کوچه‌های حجاز رو هم می‌دیدم. یه ساختمانی توی حجاز بود که این ساختمان معروفی بود. اسمش رو نمی‌دونم ولی می‌دونم ساختمان معروفی. روش بیلبورد خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ. روی این بیلبورد یه جمله نوشته بود که من بعداً رفتم خوندمش، نمی‌دونم اصلا معنیش چیه. با قرمز روش نوشته بود یا لسارات الحسین. یه عکس بغلش بود، عکس امام خمینی. توی تمام سرزمین حجاز آدما رو می‌دیدم قیام کردن، همه نورانی، یعنی تمام بدن‌ها سفید نورانی. همه که پرچم دستشون بود، پرچم یا لسارات الحسین. کسی که دوباره اول صف بود امام خمینی. اونجا حجت به من تموم شد. من رفتم حرم، کلی ازش معذرت خواهی کردم. الان یک بار نیست. اون موقع میرفتم میگفتم بشه بزرگترین دیسکو جهان. الان رد میشم محالات بدون سلام و صلوات و ارادت به ایشون از اونجا رد شدم. محالات یک بار رد شدم. حتی بوده خوابیده بودم، رسیدم اونجا بیدار شدم، ناخودآگاه بلند شدم سلام دادم. در مورد رهبر رو دیدم با یه لباس ردای سفید بلند، کلاه قلاب‌بافی سفید که بعداً این عکسش اومد بیرون. من قبل از اینکه این عکس رو بیاد بیرون دیدم. رهبر رو می‌دیدم که نقشه ایران به وسعت کل جهان نقشه ایران، یعنی اصلا جهان کلا ایران، تمام کل قاره‌ها تو کشور ما بود، یعنی تو نقشه ایران بود. دور تا دور این نقشه رو سردارهای خیلی بزرگی بودن، نه سردارهایی که فقط ایرانی باشن، سردارهای از کل جهان و همه قبه‌هایی داشتن، یعنی این مشخص بودن. از توشون مثلا سردار کاظمی نمی‌شناختم، شهید مؤمنین نمی‌شناختم. اینا رو من دیدم اونجا. دور تا دور این سر. روی اون کره زمین، روی اون نقشه علامت‌هایی رو مشخص کرده بود رهبر و به تمام این نقشه احاطه داشتن. یعنی اینجوری نبود مثلا این نقشه‌شون بزرگه، قشنگ احاطه‌اش مثلا مشخص اونجا رو داره میده. نقاطی رو تو نقشه مشخص کردن و اینها برای عملیات و آمادگی برای ظهور امام زمان و اونجا این حجت هم بر من تمام شد. الان عشق از اونا تو قلب من هست که من توی نمازام دعا میکنم خدایا از عمر من، از عمر بچه‌های من بکار و به عمر رهبر بیافزا که این پرچم به دست امام زمان عزیزمون برسه. الان من اینجا نیومدم که بخوام شما رو